ساختمونی ایستادیم که به اصطلاح حقوق بشر رو به قول معروف رعایت میکنن، ولی این سازمان به نظر من نماینده تمام گروه‌های تروریستی هستش. زمانی که جمهوری اسلامی آخوندی میاد تو آبان 98 هزاران هزار جوون ایرانی رو به خاک و خون میکشه، این سازمان، این ساختمون، کسایی که نماینده حقوق بشر خودشونو میدونن خفه خون گرفتن، به خاطر اینکه دلارهای نفتی ایران شیرین‌تره. خون مردم ایران رو همچین سازمان‌هایی پایمال میکنن که جمهوری کثیف منحوس اسلامی رو به رسمیت میشناسند. اگر میخوایم حقوق بشر رعایت بشه، نماینده تروریستی جمهوری منحوس باید اول از این